یونان باستان تاریکی و سیاهی نقطه شروع هستیه، جایی که جز هرج و مرج و سیاهی چیزی نبود. در واقع حیاتی هنوز شکل نگرفته بود. یونانیان در بین این هرج و مرج موجودی تاریک و قدرتمند می‌دیدند به نام کیاس. کیاس به معنی هرج و مرج که با قدرت خدایی خودش وظیفه خلق خدایان اولیه رو داشت. در ابتدا کیاس دو مخلوق اولیه یعنی نیکس خدای شب و اربوس خدای تاریکی رو پدید آورد و از این دو مخلوق یعنی نیکس و اربوس دو مخلوق جدید دیگه به وجود آمدند به نام‌های همرا که خدای روشنی و روز بود و ایسر که خدای نور و هوای ملایم بر فراز آسمان ها. سپس کیاس دوباره مشغول به کار شد و دو مخلوق مهم دیگه به نام‌های گایا خدای زمین و تارتاروس خدای تاریکی زیر زمین رو